مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و اصلا مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز هم قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده چند تا از این سلبریتی ها رو. یه مدت بود راجع به سلبریتی ها افشاگری نمی‌کردیم، حالا گفتیم که یکم هولش بدیم و ببریمش جلو. اونم ماجرای رل و دوستی شهاب مظفری به عنوان خواننده با آناهیتا درگاهی به عنوان بازیگر هستش که همین ساعاتی پیش در دبی در یک هتل در یک اتاق رصد شدن. حالا چی کار داشتن توی اتاق و اینا بماند که البته ماجرای دوستی این دو نفر برمیگرده به بازی و همکاری مشترک این دو نفر در سریال مادرخوانده ساخته امیر پورکیان. امیر پورکیان هم لامصب هر سریالی که میسازه این بازیگراش حسابی رل تو رلن دیگه. که امروز یه مقدار راجع به شهاب مظفری و آناهیتا درگاهی صحبت خواهیم کرد و اصلا که چی شد این دوتا با هم دوست شدن، مگه شهاب مظفری زن نگرفته بود، مگه آناهیتا درگاهی با اشکان خطیبی نبود، مگه نیست، مگه جدان. حالا راجع به همه اینها با شما صحبت خواهیم کرد. اول از آناهیتا درگاهی شروع میکنیم که متولد 17 بهمن 1365، عکسی هم که دوستان برای من بزرگ کردن که من خودم به این برتر. تو این تصویر میبینید که آناهیتا درگاهی به همراه محمد پروین کنار اسطوره باشگاه پرسپولیس علی پروین هستش. البته بعد بگیم اسطوره و مافیای باشگاه پرسپولیس علی پروین که بعداً هم راجع به علی پروین و ماجراش با شما صحبت میکنیم که حتی همین چند روز پیش هم که خبر رسید به ایران چند ماه محروم شده و اینا، همش زیر سر این علی پروینه که حالا بعداً راجبش افشاگری خواهیم کرد. آناهیتا درگاهی سال 92-93، یعنی درست اون زمانهایی که محمد پروین در اسد قطر بود، قبلش هم چند تا باشگاه دیگه بود، با محمد پروین آشنا میشه. سال 92 ازدواج میکنه و یک سال بعد یعنی سال 1393 جدا میشه و درست در همون سال محمد پروین در سن 26 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی میکنه. یعنی پاقدمشو ببینید، خیلی شیک و مجلسی که جدا میشه از محمد پروین. محمد پروین میره میزنه توی بیزینس و میره میزنه توی نون فانتزی و برنج که توی محصولات برنج و اینا هم کاری که انجام میده اینه که یه گویا کلاهبرداری ریزی میشه، پول مردم رو نمیدن و حتی خونه علی پروین که همون خونش هم وقفی بوده و همون خونش هم با رانت به دست آورده، خونه علی پروین رو میذارن به مزایده. علی پروین حالا چه ربطی داره؟ گفتم دیگه پشت پرده همه داشته باشید. خونه ای که مثلا اون زمان 10 میلیارد ارزشش بوده، چون رفته بوده تو مزایده با رانت و لابی ارزش اون خونه رو میکنه 50 میلیارد، یعنی 5 برابر افزایشش میده که حتی اگر یک کسی اومد اونجا خواست اینو تو مزایده که مزایده به نوعی مفت خریه بخواد اینو بخره، 5-6 برابر گرونتر بخره که اینا ضرر نکنن برن یه کاخ دیگه بخرن که باز تو همون مزایده هم برنده نمیشن و پرونده برنجایی که محمد پروین حسابی اونجا سر ملت و کلاه گذاشته بوده بسته میشه. این از محمد پروین. حالا علی پروین رو راجعش بعدا صحبت می‌کنیم. داماد داشت توی آلمان، یه دونه داماد داشت توی انگلیس، بازار فرش و چیزهای مختلف. این از ماجرای دوستی و ارتباط آناهیتا درگاهی با محمد پروین، فرزند علی پروین. بعد از اون با این چهره اشکان خطیبی آشنا میشه. سال 1394 با همدیگه آشنا میشن و سال 1395 با همدیگه ازدواج میکنن. بر اساس شرایط عجیب و غریب و فضای سیاسی که داخل ایران بود در حوزه هنر و سینما ایران، اشکان خطیبی به ناچار از ایران مهاجرت میکنه به انگلیس. رابطه‌هاشون تق و لق بود، هیچگاه اشکان خطیبی و آناهیتا درگاهی رسمی نیومدن نسبت به این قضیه صحبت بکنن، اما سال گذشته دیگه تقریبا از هم دیگه جدا شدن. اشکان خطیبی مسیر خودش رو رفت، الان جدیدن مسیر مدلینگ هم رفته، توی دو سه تا از این
مجله ها عکسش ما میبینیم روی این مجله. بعد از اون خانم آنایتا درگاهی با این چهره آشنا میشه، شهاب مظفری، که شهاب مظفری هم زندگی پرحاشیه و پر هیاهویی داشته. قبلا گفتم که یک رابطه هم با خدا رحمتش بکنه مرحوم زهره فکور صبور داشته، راجعمون صحبت نمی‌کنیم، به حال فوت کرده و اینا و اصلا خیلی موضوع مهمی هم نیست الان. شهاب مظفری که متولد 7 اردیبهشت ماه 1363 تو همین 40 سالگی و چلیش یه ازدواج داشته با یه خانم خیلی پولدار کرجی که اسپانسر خیلی از آهنگاش بوده. اونو 2 دره میکنه، میره یه دوست دختر میگیره به اسم، اگر اشتباه نکنم، غزاله. حالا این دیگه فیلماش هم میذارم که یه دونه فیلم هم اون موقع حالا ما ازش اومده بود بیرون 1-2 سال پیش که راجع به این فیلم هم صحبت بکنم. اول فیلمو ببینید که با موزیکه، ولی من بدون موزیکش میکنم. این ماشاءالله چه غیری میداد. اینجا شهاب مظفری هایا، یعنی اصلا توپ، چون متاسفانه شهاب مظفری به شدت درگیر مصرف مواد مخدره و امیدوارم که ترک بکنه و حتی سال 1397 اگر اشتباه نکنم 11 اردیبهشت ماه 97 بود که به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر تا مرز اووردوز رفته بود و توی بیمارستان بستری شد که بعد از اون اومدن توی رسانه ها مطرح کردن که گفتن سکته قلبی کردن، یعنی ردش کردن به اسم سکته قلبی چون به حال زشته بیان بگن که یه نفر اووردوز کرده و اینا. بعد وارد همزمان با اون همسر سابق خودش که آشنا میشه با این دخترم آشنا میشه و یه چند تا فیلم هم ازش هست، یعنی نگاه کنید داغون ها. حالا با موزیک هم میتونید گوش بدید. حالا چون موزیکش کپی رایت داره من نمیتونم با موزیک براتون بذارم. اگه این دوستم داره خفترم میشه. حالا بعدا ویدیوشو میذارم توی کانال تلگرام که با صدا بشنوید، چون موزیک زیرش کپی رایت داره و نمیتونیم پخشش بکنیم. حالا عکسای زیادی وجود داره، فیلمای زیادی وجود داره. نمیدونم شهاب افتاده لای مواد و داره مواد میزنه و مست و داغون و اصلا یه وضعی. من موندم که خدا وقتی بهتون یه لطفی میکنه، یکم بهتون محبوبیت میده، یکم بهتون معروفیت میده، چرا قدر این معروفیت و محبوبیت رو نمیدونید؟ من نمیدونم، یعنی انگار مصرف مواد مخدر، حالا یه عده تفریحی میزنن به خودشون، زیاده روی کردن تا حد کارتون خوابی، سنیف کردن، کار مختلف کردن، این فکر میکنم اصلا یه اپیدمی شده بین بازیگرها، بین کسایی که معروف و مشهور میشن، بین فوتبالیستا هم هست. تا شب تا صبح قلیون میزنن، شب تا صبح نمیدونم مواد میزنن، کوک میزنن، بعد بلند میشن میان میرن فوتبال بازی میکنن یا میرن توی فیلم‌های سینمایی. اصلا خیلی ها هستن خیلی ها هستن. من نمیدونم آقا خدا بهتون یه نگاهی میکنه، خداوند بهتون یه لطفی میکنه، چرا قدر این لطفشو نمیدونید؟ بعد از اون شهاب مظفری با همسرش ازدواج میکنه، تو کرج بوده، رابطهشون هم دووم پیدا نمیکنه و میاد میره سر یه فیلم سریالی به اسم مادرخوانده که ساخته امیر پورکیان بوده. 1-2 بارم اگه یادتون باشه یه رپ هم خوند، حالا راجع به رپش هم صحبت میکنیم. توی این سریاله با آنایتا درگاهی به نوعی آشنا میشه و بعد از اون هم الان چند ماهیه که با همدیگه رفتن توی رابطه و دوستی. حالا دوستی شده یا خودتون پیدا بکنید دیگه چقدر عمیقه یا چقدر عمیق نیست. و حتی 1-2 ماه پیش هم که آنایتا درگاهی حالش بد میشه میره تو بیمارستان، خود شهاب مظفری میره و توی بیمارستان، حالا صداش هم کم بکنیم، توی بیمارستان و همراه آنایتا درگاهی بوده. متاسفانه حتی من شنیده بودم توی 1-2 تا از این سریاله که بازی کرده بوده، سکانسایی که ازش فیلم میگرفتن به سختی فیلم میگرفتن، یعنی تا مواد نمیزده، توپ نمیشده، نمیتونسته بیاد و
فیلم برداری رو انجام بده و این شد ماجرای شهاب مظفری و رابطه و دوستیش با آناهیتا درگاهی که رفتن توی این مسیر. امیدوارم که یه تجدید نظری یه سری از این سلبریتی ها بکنم. اصلا نگاه بکنید به زندگی هنری این سلبریتی ها و بازیگرا، اصلا زندگیاشون هیچ وقت سرانجام نداره، یعنی همش یا طلاق یا جدایی یا خیانت یا درگیر موادن، زندگی سالم و تمیز و خوبی ندارن. یعنی موقعی که تو اوجن، موقعی که اون بالان، با اون پولایی که به دست میارن، با اون قراردادهای خوبی که به دست میارن، سعی نمیکنن که اون پولی که به دست میارن توی بیزینس‌های دیگه سرمایه گذاری بکنن، توی بیزینس‌های دیگه بذارن که بتونن یه درآمد دیگه داشته باشن. فکر میکنن که همیشه همون ستاره باقی میمونن، فکر میکنن همیشه همون بالا باقی میمونن و همون که قله هستن و هر روز همون درآمد رو دارن، همون قرارداد نمیدونم 2 میلیاردی، 5 میلیاردی، 10 میلیاردی رو دارن. اما یه دفعه میبینی که یه کس دیگه میاد یه پای ریزی به تهیه کننده میده و زیر شما رو خالی میکنه تهیه کننده و دیگه با شما کار نمیکنه، میره با اون کسی که بهش پا داده کار میکنه و اونجاست که میشه پایان زندگی هنری شما. حالا تو حوزه موسیقی هم همینطور. شهاب مظفری 2 تا مدیر برنامه تو طول 3 سال گذشته عوض کرده و مدیر برنامه نمیتونن باش کار بکنن، دیر میاد، درست نمیاد، شعراش نمیده، نمیدونم کاراش انجام نمیده و آن تایمشون، به خاطر اینکه درگیر مواد دیگه. امیدوارم که حال دلش خوش باشه، خوشبختم باشه در کنار این خانم آناهیتا درگاهی و حال کنم با هم دیگه. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید، خیلی ممنون.